تصور کنید اسلام برای ما وقتی که روح بنده از جسد جدا می شود و مردم او را به سوی قبرستان برند، روح صالح می گفته است مرا تیزتر برین. وقتی که روح بد می گفته است ای کاش مرا کجا می برید. بعد نماز جنازه بر میت مردم به گراندن او مشغول می شوند. قبر فریاد می زند من خانه غربت تو هستم و من خانه یگانه تو هستم و من خانه خاک تو هستم و من خانه کرم تو هستم. در حدیث آمده است وقتی که انسان گذاشته می شود در قبر و یارانش می روند و روح به سوی باز می گردد، حتی شلفه های قدم های آنها را می شنود. پس دو ملائکه به سویش می آیند، منکر و نکیر، می شینند و او را امتحان را سر می کنند. اگر مسلمان صالح باشد گفته می شود خدای تو کیست؟ خدای من الله است. دین تو چی است؟ دین من اسلام است. پیغمبرت کیست؟ او رسول خدا است. از کجا فهمیدی؟ کتاب خدا را خواندم و به آن ایمان آوردم. به حد در حقیقت خیلی خرسند میشد چون که از امتحان گذشت. پس چشمانش در قبر گشاده می شود و از جنت به او بوی زیبای بر دماغش می رسد. پس ندای شنویده میشه آسمان که بنده من راست گفت، پس قبرش را پهن کنید و در از در جنت برایش بگشایید. پس مرد زیبای به نزدیکش می آید، پس می گوید بر او من اعمال صالح تو هستم ای بنده. و اما کافر دو ملائکه به نزدیکش می آید و سوالش می کنند خدای تو کی است؟ نمیدانم. دین تو چی است؟ نمیدانم. کی است آن رسولی که بر تو فرستاده شده است؟ نمیدانم. پس گفته می شود نه نماز خوانده است نه هیچ چیز. و وای بر حالش از امتحان نگذشت و عذاب را بر بالایش سر میکنند و ندای از آسمان شنویده می شود از آتش جهنم به او عذاب تیار کنید. پس با بلغه‌ای که از آهن است او را همچنان میزنند که زمین شکافته می شود و به تحت زمین می رود. آواز بلندی بالغه آهنی به گوشش می رسد. چقدر وزنین است که از این جنس شنوده می شود. همین عذاب دوام داده می شود. باز خداوند او را به نزد اوله بر می گرداند، باز او را نکیر منکر عذاب سخت می زنند. حتی قبر او را می جقد، عذاب بالایش سخت می شود و زمین با همدیگر می رسد. گفته می شود به زمین بجقان را زیرش بکن و در همین حالت مار بر داخل قبر شده و به او گفته نامش شجاع است. گوشت بدن او را از سر تا پا خورده می شود و او را باز گوشت داده می شود. در همین حالت مردی با خیلی بزیب لباس های بد پوشیده بوی بد نزدیکش می شود، می گوید من اعمال صالح تو هستم. وای بهار پس جایش از دوزخ می شود.